سلام به هنرجوهای عزیز رشته هنری تدوین. حالتون خوبه؟ امیدوارم که ایام بکام باشه، شما کیفتون کوک باشه، الکی ادا حال بده رو در نیارین. آقای سنگرزاده یادم افتاد، حالا ولش. بریم سراغ قسمت دوم آموزش پریمایرمون که سوای این که به باگ هایی که در قسمت اول داشتیم در آموزشمون، یعنی پرش هایی که داشتیم، برای مثال 1 رو آموزش دادیم، به جای اینکه بعدش 2 رو آموزش بدیم 3 رو آموزش دادیم، اونا رو بررسی کردیم. الان اونا رو تشخیص دادیم کدوم خلاها در آموزش قسمت اول وجود داشته، اونا رو میخوام تو قسمت دوم براتون پوشش بدم و سوای اینکه میخوایم پوششش بدیم قرار فراتر از اون هم بریم. قسمت اسکرین رکورد رو من فعال کنم برای سیستمم و پریمایر 2022 رو میریم که بازش کنیم. پریمایرمون بازم تاکید میکنم روی سیستم خیلی ضعیفیه و اینجوری نیستش که فکر کنین که رو سیستم قوی داریم آموزش میدیم. در ادامه در آینده قصدمه که یه سری آموزش هایی رو هم در همین سیستم، یعنی یه سری تدوین هایی رو هم در همین سیستم اجرا کنیم که ببینین در این سیستمی که سی پیوش یه چیز معمولی نسل 5 و گرافیک ضعیفی داره، چه کارهایی میشه انجام داد که امیدتون رو نسبت به چیزی که تو دستتون هستم از دست ندید. پریمایرمون باز شد. اینی که دارین مشاهده میکنین صفحه اول پریمایر 2022 هست. Welcome to Premiere Pro. Recent نوشته. این پایین پروژه های اخیری که باز کردیم رو نشون میده. دلیل اینکه اینجا پروژه نشون نمیده اینه که من هارد رو وصلش نکردم. پروژه هامون تو هارد هستش، من تو سیستم نگه نمیدارم. تو 2 تا هارد و 3 تا هارد اینا کپی هم میکنم و بکاپ هم دارمشون، چون پروژه های مهمی هستن و اینکه اصلا امکان ناپذیری که از دستمون بپرن برن. دلیل اینکه اینجا پروژه های زیادی نشون نمیده اینه که من هارد رو وصلش نکردم به سیستم و فقط یه پروژه بهمون نشون میده که آنتایتلده، یعنی بدون عنوان، که همون پروژه سابقمونه که در قسمت 1 روش یه سری آموزش هایی رو اجرا کردیم. اگر اونو ندیدید پیشنهاد میکنم لطفاً اونو ببینید، بعد بیاید اینجا اگر در پریمیر مبتدی و شروع کننده هستید. من همین پروژه رو میتونم باز کنم یا هم میتونم از اینجا گزینه نیو پروژکت رو بزنم و پنجره همون پروژه جدیدی که میتونستیم باش پروژه جدیدی بسازیم باز بشه برامون، که نمیخوام و آموزشش رو دفعه قبل داده بودم. میخوام به همین کلیک کنم و پروژه‌مون باز بشه. یه نکته‌ای که وجود داشت در آموزش قبلیمون این بود که این چیدمان تصویری که دارین مشاهده میکنین، اونجوری که ما دفعه قبلی چیدمان داشت تصویرمون یکی نبودن. این الان دیفالت پریمیره. اون موقع من فکر کردم که ریست رو کامل انجام دادم، ریست رو زدم و یه سری تغییراتی در صفحه اتفاق افتاد دیگه. من یادم چون رفته بود که ریستش این نیست، فکر کردم که ریستش اینه، یعنی اونی که تو قسمت اول داشتم باهاش کار میکردم، چیدمان تصویر، دیفالتش اون نبود. اونا من کاستومایز کرده بودم خودم هم حتی. دلیل این که من وقتی ریست رو زدم و چیدمان تصویر چیز نشد، به دیفالتش برنگشت، یه نکته بود که در جلوترها شاید بهتون آموزش بدم. الان آموزش دادنش به دردتون کم میخوره و منجر به درگیری نابجای ذهنتون میشه. میخوام چیزای حیاتی رو یاد بدم بهتون، بعدن اون چیزایی که فرعی هستن رو بهتون ارائه بدم. و دنیای هنر و فتوشاپ و پریمایر و افتر افکت و کلا داوینچی و همه اینا جوری هستن که بعضی وقت خودتونم شانسی یه سری چیزا رو پیدا میکنی که هیچ جایی عینش وجود نداره. من اول میخوام حیاتی ها رو بهتون نشون بدم،
آموزش بدم، بعدش بریم سراغ فرعیات. این نکته که میخوام بگم هم یا میخواستم بگم هم فرعیجات هستش و نمیخوام ارائه بدم چون هنوز اصلیجات رو یا سبزیجات رو ارائه ندادم. اما جهت این آموزش کوتاه اینجا رو میبینین، اینجا رو کلیک میکنم میبینین دورش یه حاشیه آبی میاد. اینجا چطور اینو میبینین؟ یا این جعبه ابزارمون که ابزارهایمون برای تدوین اینجا هستن، وقتی به اینجا کلیک میکنم آبی میشه، یه حاشیه آبی میاد دورش رو میبینین. اینجا رو هم میبینین، این هم میبینین. اینا همشون یه دونه پنجره هستن، بهشون میگم پنجره. کنار هم قرار گرفتن اینها رو میگیم لی آوت یا محیط کار یا ورک اسپیس. میام تو گزینه ویندو بالا که ترجمهش میشه پنجره، میزنم روش. اولین گزینه ورک اسپیسه، یعنی محیط کار، یعنی اینایی که کنار هم قرار گرفتن. روش نگه میدارم، گزینه های بغلش باز میشه. اینجا پایین نوشتم، من نوشتم یوتیوب، ورک فلو نوشتم. ورک فلو یعنی مسیر بهینه‌ای برای و چیدمان آسونی که بهینه شده برای تدوین فقط ریلز. بالاش یه دونه دیگه ورک اسپیس دارم اسمش ریل هست که همون بهینه هستش ولی یه سری تغییرات داخلش وجود نداره. برای یه سری پروژه استفاده میکنم. بالاییارم خود پریمایر داخلش داره، مثل پروداکشن و کلن لایبرریز و بعد افکتس و ادیتینگ و کالر و همه اینا رو هم خودش داره و یه سری چیزایی هستن که در همه پریمیرها وجود دارن. این ستای پایین خودم اضافه کردم. این هم خواستم براتون ارائه بدم جهت یه اطلاعاتونی در این نرم افزاری که میخوایم باش کار کنیم. چیدمان تصویرمون تغییر کرده. وقتی پریمایر رو باز کردین این چیدمان براتون به وجود میاد. میگه یکی از بهترین روش‌ها برای رشد که کم هزینه ترینم هست حذف کردنه. قبل از اینکه من بهتون یه سری چیزا رو اضافه کنم میگم که بیایم با هم حذف کنیم. پنجره بالایی رو انتخاب کنین، یعنی این. خب بیاین این بالا نوشته سورس بمونه، افکت کنترلز بمونه، آدیو کلیپ میکسر و دردتون تو اول کار نمیخوره. 3 منوی همبرگری بغلش یا 3 خط بغلش رو بزنین، کلوز پنل بره. نگران نباشین. چجوری میتونیم برگردونیم؟ همون ویندو، کلمه پنجره، این پایین نوشته آدیو کلیپ میکسر، همونی که حذف کردیم. تیکش میبینیم بغلش وجود نداره. اینا که بغلش تیکش وجود دارن اینجا تو این لیست یعنی داخل محیط کارمون هست پنجرش. اونا که تیکش نیستن یعنی داخل محیط کارمون پنجرش وجود نداره. اگه بخوایم بیاریم چیکار میکنیم؟ روش کلیک میکنیم. اومد آدیو کلیپ میکسر. دوباره منوی همبرگر کلوز پنل. دوباره میخوام بیاد آدیو کلیپ میکسر اومد. حذف میکنم. حذفش کنیم. به دردتون در اول کار نمیخوره. متا دیتا، منوی همبرگری، کلوز پنل. همه اینا که داریم کلوز میکنیم در اینجا هستن. ببین متا دیتایی که حذف کردیم، متا دیتا ایناش بزنیم میاره، نزنیم نیاره چون به دردتون فعلا نمیخوره. اینجا اینجوری بمونه. یه دونه افکت کنترلز و سورس پنل یا همون سورس بمونه پایین. بیایم به قسمت پنجره پایینی. پراجکت بمونه. مدیا براوزر رو منوی همبرگر رو بزنین، کلوز پنل. لایبرریز رو کلوز پنل. اینفو رو کلوز پنل. افکتس بمونه. مارکرز رو کلوز پنل و هیستوری رو هم کلوز پنلش رو بدین که برن به کارشون. تا اینجای کار همه چیز اوکی بود. الان میخوام کمک کنم کارتون تو پریمایر راحت باشه. محیط به دلتون بشینه. ببینیم میخواین چیکار کنین. یکی از ویژگی هایی که باعث میشه محیط کار با نرم افزار برای منی که سابقه مثلا تدوین دارم جذاب باشه، خوش فضا بودن تایملاینمه. یعنی اینجا اون چیزایی که میچینم و میخوام خوب تو فضای باز ببینم. وقتی از دور با فضای خوبی میبینمش میتونم خلاقیت بیشتری بهش خرج بدم. فشرده نیست همه چی. واسه همین میخوام کمکتون کنم این احساس رو شما هم داشته باشین. بغل این
افکتس، پنجره افکتس، همینو روش کلیک کنین نگه دارین. میبینین الان افکتس رو من برداشتم، هر کجا که دلم بخواد میتونم بندازمش. میندازم این بالا، اومد کنار پنجره پروگرام، میگیرم میندازمش این گوشه، اومد این گوشه، میگیرم از گوشش میبرم میندازم دوباره کنار پروگرام، اینو برمیدارم مثلا اندازش رو تغییر میدم. این پنجره میبینین این بالا باز شده، اندازش رو مثلا تغییر میدم، چپ راست هر چقدر که بخوای. اندازه این پنجره صدا که دسیبل صدامون رو تو پروژمون نشون میده، اینو کوچیک میکنم، همونقدر برام کافیه. بعضی وقتا فقط بازش میکنم عددهای کنارش دیده بشه، بعد دوباره میبندم. بعد اینجا هم اینو باز میکنم، این رفته اینجا. اگه کلی خرابکاری کردین تو پنجره و گفتیم وای من چی کار کنم، برین روی ویندو، ورک اسپیس، پایین یه خطی هست، اینجا یه خطی هست، دقیقا گزینه پایینش reset to saved layout، یعنی ریست کردن چیدمان پنجره های محیط کارت. کلیک، ریست شد. میبینین که آدیو کلیپ میکسر اومد، متا دیتایی که حذف کرده بودیم اومد، مدیا براوزر هم این پایین اومد، اینفو من دوباره حذفشون میکنم، افکتس رو گفته بودیم بمونه، اینفو رو پاک کن، مارکرز رو هم پاک کن، هیستوری رو هم پاک کن. دلیل این که میخواستم افکتس رو بردارم از گوشش یه جایی بذارم این بود که میخواستم بگم این افکتس هست، این بگیرین بیارینش بالا کنار افکت کنترل، اینجا بذارین، اینجا نه، اینجا نه، اینجا نه، اینجا نه، این بغل نه، اینجا بغل دقیقاً افکت کنترلز بره بالا. پراجکتس رو هم بردارین همون بذارین بالا. چی شد؟ تایملاینمون فضای خوشگلی براش باز شد، خدای شکرت. میبینین چقدر فضا بازه، قشنگه، میتونین قشنگ ببینین چی کار دارین میکنین، نه اینکه دوتا لایه بندازی بگی وای چقدر فشرده است پروژه ولی با این حالم قشنگ نیست، چون داری اینجوری نگاش میکنی. به مشکلت یکم بیا از عقب نگاه کن، به تایملاینت هم تو زندگی بیا یکم از عقب نگاه کن، اینجوری میتونی خلاقیت بیشتری داشته باشی. این ورک اسپیس پیشنهادی من برای شروع کار شماست. خب حالا از پراجکتس شروع میکنم. پراجکتس رو میگیرم میارم اول، این اول بود، میتونم پراجکتس رو بیارم بعد افکتس، میتونم افکت کنترلز رو ببرم، ولی چیدمان من اینجوریه، پراجکتس اول، سورس دوم، افکت سوم، افکت کنترل چهارم. تو قسمت پراجکت با 2 تا کلیک گفتیم که میتونیم یه چیزی رو وارد پروژه کنیم، مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم، این آهنگ یادم افتاد. خب من 4 تا چیز رو مثلا داخلش بارگذاری میکنم، این عکس و عکس تراکتوره و این آهنگ و که بازش نکنم بهتره فکر کنم یوتیوب چیز بگیرم، کپی رایت. اینم یه عکسه. الان میبینین اینجا 4 تا وجود داره، یعنی 4 تا جا شدن توی یه ردیف. بذار یه دونه هم بندازم، 2 تا کلیک، یه عکس، بارگذاری. میبینین الان 2 تا ردیفه، توی یه ردیف 4 تاست، توی یه ردیف یه دونه است. اگه میخواین چیزایی که ایمپورت کردیم بزرگتر دیده بشن، بتونین به خوبی ببینین، فرض کنین پنجره‌تون مثلا فضا کمه تو سیستمتون، پنجره‌تون انقدره، این چیه اینجا این بغل، این چیه نمیتونین ببینین، میاین این پایین یه نوار هست این وسط، ببین اینو میگیری بزرگترش میکنی، کاری که میکنه اینه که در هر ردیف یه دونه محتواتو جایگذاری میکنه که بتونی ببینی. حالا اینو یکم بزرگتر میکنیم، میندازیم تا حالت اولش که بود. اولش اینجوری بود دیگه، توی یه ردیف 4 تا بود، من نمیبینم چیه، خیلی لپتاپ صفحه لپتاپم ریزه. این نوار رو میکشم
بزرگتر میکنه برام. الان تو هر ردیف 2 تاست و راحت تر میتونم ببینم. از این نوار بغلیش هم استفاده میکنم که آروم پایین بره تا من ببینم دنبال چیم. اگه خیلی هم بزرگه میکنمش 3 تا تو هر ردیف، نه اینکه عین اولش 4 تا باشه. حالا الان میبینین اینجوری داره به من نمایش میده. ممکنه برای یک سریا اینجوری نمایش بده. میبینین لیستوار داره نشون میده. من چیکار کردم که برای من عکس‌ها رو و بنر ویدیوها رو نشون میده و مثلا روی ویدیوم این یه ویدیو خوب، این وقتی روش هاور میکنی از چپ به راست حرکت میدی اون موست رو، کلیت ویدیو رو یه نشونی بهت میده. در قالب لیست تو نمیتونی این ویژگی رو داشته باشی. اینهاش همون ویدیویی که داریم، این پایینه، این ویژگی رو نداریم. چیکار کنیم که اینجوری لیستوار برامون محتوامون رو نشون نده؟ چیکار کنیم؟ این پایین نوشته لیست ویو، آیکونش هست. وقتی روش نگه میداری نوشته لیست ویو، بغلش یکی هم هست که روش وقتی موست رو نگه میداری نوشته آیکون ویو. آیکون ویو رو انتخاب میکنی. من تا الان فقط با آیکون ویو تونستم ارتباط بهتری بگیرم و بهینه کارو پیش ببرم. این سمتش نوشته سورت آیکونز. سورت یعنی ترتیب بندی. روش کلیک میکنی یه سری گزینه ها میاره. نوشته لیبل، selected, name, media type, media start, media duration, video usage. اینا میگه بر اساس چه چیزی من ترتیب بندی کنم، مرتب کنم محتوایی که اینجا در پروژکتت بارگذاری کردی رو. بر اساس حروف الفبا، یعنی بر اساس نیم اینهاش. اگه اینو بزنی بر اساس الفبا میچینه میاد به پایین. اگه پایینش رو بزنی برای مثال مدیا تایپ. مدیا تایپ رو وقتی میزنی عکس رو کنار هم میچینه، ویدیوها رو کنار هم، صداها رو کنار هم. اینجا یه سری گزینه‌ها هستن که میتونین بسته به پروژه‌ای که داخلش هستین بزنین و انتخاب کنین تا محتواتون رو ترتیب بده. اونایی که من استفاده کردم لیبل هستن، نیم هستن، مدیا تایپ بود و مدیا دیوریشن، یعنی اندازه دقیقه محتوا چند دقیقه است. بر اساس اینکه از کوچیک به بزرگ، اینکه یکیش 1 ثانیه است میاد اول این ردیفا قرار میگیره، اونی که 10 ساعته میره پایین قرار میگیره و یا برعکسش هم میتونه اتفاق بیفته. اینجوری ترتیب بندی میده به محتوایی که داریم. بریم تو لیست ویو. یه جایی هست میبینیم بغل رنگ لجنی یا چریکی کنار 4 تاش هستش و کنار یکیش رنگ سرمه‌ای هست. این یه کاریه که شما میتونید تو پریمایر انجام بدین جهت مرتب سازی محتواتون که متوجه بشین کدومه. یا مثلا متوجه بشین این ویدیوهایی که بغلشون رنگ چریکی و لجنی وجود داره اینا بی رولن، ای رول نیستن. بی رول چیه؟ من مثلا بذار اصلا اینجا توضیح بدم، اینو پاک کنم. من مثلا راجع به برگ درخت دارم الان باهاتون صحبت میکنم، بعد یه تصویر برگ درخت میندازم الان به این ویدیو. تصویر برگ درخت میشه بی رول. اینی که دارم من صحبت میکنم شخص اولم و دارم مستقیم صحبت میکنم میشه ای رول. اونی چیزی که داشتم راجع به صحبت میکردم و در رابطه با اونم یه محتوایی رو انداختم، یه ویدیویی رو انداختم داخل تصویرم، اون همیشه بی رول. برای مثال من میخوام متوجه بشم که آقا این 3 تا مثلا بی رولن. چجوری این کار انجام میدم؟ میتونم از این آیکون های یا مربع های رنگی کنارش اینو براش علامت گذاری کنم. چجوری این کار انجام میدم؟ وقتی انتخابشون کردم یه کلیک راست انجام میدم و ببینم که توی 2022 کجا هستش.
گزینه لیبل اینهاش، یه کلیک راست میکنم یا اگه لپتاپ دارین با 2 تا انگشت همزمان کلیک کنین. این پایین گزینه لیبل، میایین اینجا رنگا وجود داره. یه سری رنگا رو اسمشو من تغییر دادم، نوشتم AE یعنی افتر افکت. اگه اینو بزنم و این بنفش بشه متوجه میشم این فوتیج رو من تو افتر افکت تدوین کردم، یه موشن گرافی بهش دادم و الان اومده تو پریمایر. پس این چیزیه که از افتر افکت خروجیش رو گرفتم. برای مثال برای این لیبل مثلا من نوشتم براش فیروز یعنی رنگ فیروزه‌ای. رنگ بندی اسمایی که پریمیر خودش بهشون میده یه جوریه اصلا متوجه بهشون نیست برام، واسه همین خودم مثلا رنگ دادم. ما مثلا رنگی به اسم ادجاستمنت نداریم. من مثلا تو تایملاینم وقتی یه ادجاستمنت لیر یعنی یک لایه‌ای که خالیه و هر افکتی به روی این لایه بندازی به اون لایه های پایینش اعمال میکنه، به این میگن ادجاستمنت لیر که خالیه. من وقتی به ویدیو می ادجاستمنت لیر میندازم واسه اینکه مشخص کنم این یه ادجاستمنت لیره و با لایه های بعدی قاطی نمیشه، لیبلش رو تغییر میدم. چه رنگی؟ اینجا نوشتم ادجاستمنت، نمیدونم چه رنگیه، یه چیز صورتی. خب متوجه میشم که این ادجاستمنت لیره. حالا اینکه چجوری مثلا با هم انتخاب بشه رو تا حالا تستش نکردم، ببینم که انتخاب گزینه اینهاش هست دیگه. یه چند ثانیه قبل زدیم نیورد. من با پریمایر 2020 کار کردم بیشتر، 2021 یا 2020 نمیدونم. وقتی انتخابشو میکنم، حالا شاید سوال باشه که چجوری 3 تاشو یه جا انتخاب کردی؟ هیچ، روی یکیش انتخاب میکنم میرم تو اون یکیش، میگم سوای این که این تراکتور انتخاب کن، ما بین این تراکتور و اونی که قبلا انتخاب کردم هرچی هستم انتخاب کن. قبل از اینکه به تراکتور کلیک کنم دکمه شیفت رو نگه میدارم، کلیک میکنم. این چی بود؟ Do you want to turn on sticky keys؟ نه دست تر نکنی. آره اینو میزنم و شیفت رو نگه میدارم، کلیک میکنم، ما بین اینی که انتخاب کردم فایرفلای و تراکتور هرچی هست رو انتخاب میکنه. اگه بخوام فقط فایرفلای و تراکتور انتخاب کنم هم دکمه کنترل رو نگه میدارم، کلیک میکنم، الانم فقط تراکتور و فایرفلای رو انتخاب کرد. حالا گزینه دسته جمعیشم من پریمایر 2022 رو تازه نصب کردم، برای صرفا آموزش این ویدیوها نصبش کردم، احساس کردم که بهتر باشه. برای اینکه دسته جمعی این لیبلم تغییر بدین گفتم اینو بزنین، شیفت رو بزنین، ما بینش هرچی هست رو انتخاب میکنه، 2 تا لمس کنین، این تاچ پده یا هرچی لپتاپتون یا یه راست کلیک بکنین، با ماوستون بیاین روی گزینه لیبل و یه رنگی رو انتخاب کنین از اینجا، مثلا اینو زدیم این رنگی شدن. حالا شاید براتون سوال باشه که آقا این رنگا رو تو از کجا تغییر دادی؟ من وقتی روی یه گزینه میزنم 2 تا ضربه روی راست کلیک رو میرم روی لیبل، برای من AE، نیوی، فیروز، اورنج نمیاره، برای من آورده مثلا نمیدونم مانگو یا مثلا یه سری رنگایی که اصلا اسمشون رو من تو انگلیسی بلد نیستم. چجوری این اسمشون و رنگشون رو تغییر بدم؟ چجوری میتونی اینا رو تغییر بدی؟ هیچ، اینو خیلی سخت رو خودم پیدا کنم براتون انتقال میدم. بیاین تو بالا پنجره ادیت، وقتی زدین این بالاست، این بالا سفید، پنجره ادیت. وقتی زدین بیاین پایین پرفرنسز یا پرفرنسز هرچی. حالا وقتی روش نگه دارین گزینه‌های سمت راست باز میشه، گزینه لیبلز رو پیدا کنین که اینهاش، کلیک کنین روش. خدمت شما AE بنفشش کردم، نیوی یعنی سرمه‌ای، کاریبین برای من این اسم تو انگلیسی تا حالا نشنیده بودم، تو پریمیر شنیدم. اینو مثلا عوض میکنم، مینویسم یه رنگی بگین، گری.
یعنی مثلا توسی. خب بعد اینکه نوشتمش اینجا کلیک میکنم، رنگش هم میبرم توسی میکنم، اوکی هم میزنم و این پایین اوکی هم میزنم. میبینین که اینا هم گری شدن. تموم شد و رفت. این نکته رو خیلی کشید که خودم یاد بگیرم. اینم از این. تا اینجای کار نمیدونم چقدر شد، بذار ببینم. 24 دقیقه. صندلیمون چرا از این صداها میده؟ واسه اینکه دوربینمون زیاد گرم نکنه، ما بقیشو من اینو بندازم تو تایملاین که بتونم سیوش کنم. واسه اینکه پروژه‌تون هم سیو کنین یه دونه کنترل نگه دارین، دکمه اس رو بزنین، سیو میکنه. تو همون جایی که گفتیم پروژه‌ام سیو بشه که تو قسمت اول گفتم راجبش. راجب ادامه کار قراره که در قسمت سوم صحبت کنیم. امیدوارم که این قسمت دوم براتون مفید بوده باشه. این گولمون یعنی گل نه گل اینجوریا، گل اونی که خوشبوه و شاداب و اینا، این گلمون تقدیم شما. امیدوارم که براتون ارزشمند بوده باشه. اگر بود با لایک کردن نشون بدید، اگر نبود بازخوردتون و دلیل ارزشمند نبودن این محتوامون رو در کامنت ها بهمون بگید. و اینو بدونید که اگر ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید یا در اسپاتیفای پادکستامون رو دنبال کرده و دانلود کنید، میتونید بهمون در کمک کردن و کنارمون بودن در این باره که بتونیم همچین ویدیوهایی رو که آموزشی هستن و براتون کمک کننده هستن و رایگان ارائه بدیم کمک کرده و حمایت کرده باشین. در محتوای بعدی میبینمتون.